خوش اومدین به یه ویدیو ASMR دیگه با من. یه ویدیو ASMR آره دیگه با من. خب اصلا بچه ها یادم رفته بود چیکار میکردیم، چی میگفتیم. همه چیز چطوری بود؟ ASMR چی بود؟ ASMR چی نبود؟ بک‌گراند یک کوچولو عوض شده. من آدم نشستم و تختم به خاطر اینکه امشب خیلی خوابم میومد. کلا شبا خوابم میاد، یعنی قبلا مثلا بیدار میموندم براتون ویدیو میگرفتم، خوابم نمیرفت یا دیرتر خوابم میرفت. ولی اینجوری هم که ساعت 9 شب اینا 9 اینا من رو گوشی شب میشم، اینجوری شب اصلا خودم نمیفهمم. و چیزی که هست اینه که من خیلی روی مسواک زدن مسواک زدن حساسم. حتما باید مسواک بزنم تا خوابم ببره. ولی داستان اینجوری شده که اصلا من مسواک نزده خوابم ببره و این خیلی بده. بچه ها حس میکنم میکروفون داره ویس ویس میکنه، نمیدونم. این بدبخت و خاک خورده بودش. بعدش اینجوری بوده که خب 5 ماه چند ماه یادم نیست آخر ویدیو ماله که یه آخبام درد گرفت. یادم نیست آخر ویدیو مال چند ماه پیش بود، ولی دیگه از اون موقع سر من نرفتم سر چرا یه ویدیو گرفتم که آپلودش نکرده بودم. فکر کنم اونم مال بعد از بلک فرایدی بود. اشتباه شد بچه، نه دیگه بعد از آخرین ویدیو من دیگه ویدیو نگرفتم. اوکی یه لحظه وایسین. بعد خریده بلک فرایدی هم بود، یه ویدیو داشتم که خریدار بلک فرایدی بود و این حرفا. بعد من میخواستم بیام بهتون نشونشون بدم، با هم که با آنباکسشون کنیم، ویدیو آنباکس بریم و اینا. بعد اصلا حالشو نداشتم. بعد زدم دیلیتش کردم، اصلا حافظه و اینا پاکش کردم. گفتم آنباکس چی؟ آنه چه باکسی؟ بالا حوصله ندارم، راحتم. بعد میخواستم ادیتش کنم که پاکش کردم، که الان میگم کاش پاکش نمیکردم لاغر. بعد خب اصلا چی شد که اینجوری شد؟ بذار من یه لیوان آب بیارم کنار هم دیگه صحبت کنیم. من دهنم خوش شد از پس این مدت حرف نزدم، کلا همش تو خونه بودم حرف نزدم، کم آوردم تو حرف زدم. چه وضعیه؟ خلاصه که بچه ها خیلی جوی احوال بودین. بعدش دلیلی که اومدم این ویدیو رو گفتم بگیرم این بود که اصلا حوصله ویدیو گرفتن نداشتم. بعد اینجوری بود که خیلی پیام گذاشته بودین، گفته بودین که مثلا برگرد و اینا. بعد من یه لحظه خوشحال می شدم. بعدش اینجوری بودم که اینجوری می شدم. بعد انرژی می رفت و یعنی قبل از اینکه اینترنت وصل بشه من
نمیدونم چرا. خلاصه دیدم که خیلی پیام‌های محبت آمیز گذاشتین، ولی جدای از اون یکی از بچه اومده بود اینستاگرام من و تو دایرکت من گفته بود که کی برمیگردی. بعد من چی بودم که شما یعنی چی که کی برمیگردی، چون من تو اینستاگرامم نگفتم که مثلا من یوتیوب دارم، فالوورای اونجا مثلا دوستان آشنا اینا زیاد همشون نمیدونن. منم چیزی اشاره نکردم مثلا لینک ویدیو رو بذارم بگم بچه ها برین اونجا، نه پرایوت مثلا چند چی میگن پیج پرایوت. بعد خیلی برم جالب بود بگم کم کسی از یوتیوب اونجا رو فالو کرده باشه. وای. بعد کلی انگیزه داد و اینا که مثلا برگرد ویدیو بذار و خیلی از فهمیدم که از هم صحبتی با شما لذت میبرم. جدی بچه ها، از هم صحبتی با اتون لذت میبرم، به خاطر همین میخوام این کامیونیتی تشکیل بدم. بیایم با هم دیگه حرف بزنیم، یه چنل تلگرام بزنم اگه موافقین. نظرتون رو این سیر بنویسین که یه چنل بذارم، بیاین هم با هم دیگه توش صحبت کنیم، درزل کنیم، با هم دیگه دوستای جدید پیدا کنیم. خیلی من کیف میکنم از این موضوع و واقعا فهمیدم که از صحبت کردن باهاتون لذت میبرم، خوشم میاد نظرتون رو بدونم، دیدتون راجع به زندگی رو بدونم، مشکلاتتون رو حتی بیاین صحبت کنین. چون خودم قبل از اینکه چنلمو بزنم مثلا از چندین سال پیش دوست داشتم چنل یوتیوب بزنم، به خاطر اینکه مثلا چند تا از یوتیوبرهای مورد علاقم کامیونیتی داشتن و ما با هم دیگه شبیه مثلا دوستای صمیمی بودیم، حتی مثلا یکی دوتاشون هستن هنوز. اون یوتیوبر مثلا آدم گنده‌ای شده، کلی فن داره فلان، ولی مثلا شماره منو سیو دارم، من شماره اونو سیو دارم. بعد گاهی اون میاد حال منو میپرسه، باورتون نمیشه، خودم هم باورم نمیشه و میگم مثلا یه حال احوالی میکنم، یا من میرم ازش سوالی میپرسم یا حال احوالی میکنم یا این حرفا. در کل باحاله، یعنی درست مجازی و اینا ولی دوستیه، با مزدهیه و خیلی شیرینه و کلا باحاله. من کامیونیتی داشتن و خوشم میاد، به خاطر اینکه شاید مثلا از نزدیک نبینیشون، شاید هم یه روزی بتونی از نزدیک ببینیشون، اوکی، ولی به تو انگیزه و امید میدن. شاید نتونی اون محبت و لطفشون رو مثلا توی آدمای اطرافت ببینی. خلاصه که من دوستای مجازی زیاد دارم، به خاطر همین خوشم میاد که این کامیونیتی رو با هم بسازیم. چقدرم مقدمه چی نمی کنم. خلاصه بیاین چنل بزنیم دیگه، با هم دوستیم. منم انسان خاکی هستم، اصلا با من رو در روی نداشته باشین. خلاصه یادتونه تو مدرسه مثلا میرفت کلاس اول مهد بودک اینا دوست پیدا کردن چقدر سخت بود. اینجا از اون خبر نیست، اینجا بیا با هم دوستشیم. خلاصه اینطوری. یکی دیگه از بچه ها، یکی دیگه از دختر مثلا به من بود، گفته بود که آره من خیلی دوستم بود دوست بشم و اینا به خاطر این میگم. بعد فکر میکنم که مثلا خجالتی بود اینا. به من گفتم که بابا خجالتی نباش، بیا صحبت کن، مثلا درد دل کن، اگه مشکل چیزی هست و اینا میتونم کمکت کنم، اصلا بگو. کلی با هم صحبت کردیم و این حرفا. خلاصه که اصلا فکر نکنید من آدمی هم که خودمو بگیرم و اینا. من اگه مثلا جواب پیامی رو ندم به خاطر اینه که حالا بهتون میگم چندین دلیل داره. به خاطر افسردگی میتونه باشه، به خاطر اینکه حالم از گوشی به هم میخوره میتونه باشه، به خاطر اینکه مثلا این چند ماه اینترنت نداشتم دیگه حالم از گوشی به هم میخوره هست، به خاطر شلوغی مثلا هست، شاید کار داشته باشم، دوباره افسردگی، بعد دوباره بی‌حوصلگی، بعد این حرفا. پس مثلا یه سری دوستای صمیمی خودم هستن فکر میکنن که من اگه پیامشون رو جواب ندم دارم ایگنورشون میکنم. آقا اینجور نیست، دارم شلوغی دپرشن
واقعی هم. مثلا یه نفر داره با هم تلفنی حرف میزنه یه دنیای واقعیه، بعد میبینم داره آرام حرف میزنه، میگم که لطفاً برو رو 2x حرف بزن، حوصله‌ام نمیکشه. حالا این شرایطم بدترش کرد. خلاصه که این چند ماه به نظر من همونو پیر کرد. خب و من که الان میبینین مثلا ببینید، میدونید چرا نیومدم ویدیو بذارم؟ بذار از اینجا شروع کنم. به خاطر اینکه من میخواستم با قدرت بیام ویدیو بذارم، چون من دغدغه شما، دغدغه همسن و سالام یا حتی کسی که ازم کوچیک‌ترن و اینا برام مهمه و اون حس ناامیدی و اینا بود. من میخواستم بیام اینو برطرف کنم، بیام بگم که نه، ما میتونیم قوی هستیم، میتونیم باشیم فلان و اینا. بعدش با اینکه خودم نابود شده بودم، حالا بهتون میگم چرا. بعدش این میدونین حس عقب افتادن رو داشتم به چندین تا دلیل و من این مدت هیچ کاری نکردم. چه میدونم، نه کتاب خوندم، نه پادکست گوش دادم، نه زیاد آهنگ گوش دادم، حتی اصلا نمیدونم چی کار کردم. من همش توی دپرشن شدید بودم و چندین مدت حتی از تختم نمیتونستم بیام بیرون. همش داشتم گریه میکردم و جدای از چیزهای دیگه و همین اتفاقات تلخ من کارم رو از دست دادم. فکر نمی کنم اینجا راجبش باهاتون صحبت کرده باشم، با کسی زیاد صحبت نکردم راجب این موضوع. آدم های نزدیک به زندگی میدونستنش. خب من یه شغل ثابت داشتم جدا از آنلاین شاپم که حالا قبلا فکر کنم براتون گفته بودم که من ناخنای گوگلی مگولی میسازم و آنلاین شاپ ناخن مصنوعی دارم و اینا و سایت داریم. من یه شغل ثابت داشتم که با یه کمپانی خارجی کار میکردم. حالا اسمشون نمیگم دیگه، فلکس کردن و چه میدونم اینا نداره. مثلا اسمشو بگم همتون نشاید اکثرتون مثلا بشناسین. من باشون دورکاری کار میکردم، از ایران باشون دورکاری کار میکردم و از تایم دانشگاه هم مثلا فکر کنم 20 سالم بود اینا شروع کردم به کار کردن. 4-5 سالی بر اینا داشتم کار میکردم و کل زندگیمو وقف این کمپانی کردم، وقف این شرکت کردم، وقف این برند گفتی کردم و اینا خیلی چیزا یاد گرفتم. بعدش مثلا رفتم شاپ خودم زدم اینا. ولی خب منبع اصلی درآمد زندگی من و منبع اصلی پولی های فلقرجی کردنم که همه فلقرجی میکردم و اینا، الان میفهمم چقدر من آدم فلقرجی بودم. خب این بود. بعدش من همه پولمو مثلا رفتم صرف آنلاین شاپم کردم. تو آنلاین شاپم سرمایه گذاری کردم، خرجش کردم فلان بهمان و خب برای اینکه شما یه چیزی رو بسازی باید کلی پول و زمان و هزینه و همه این چیزها رو خرجش کنی و مثلا وام و اینجور چیزها خب داشتم طبیعتا و بازم باید خرجش میکردم و بازم باید خرجش بکنم و خب من ارتباطم باشون از دی ماه قطع شد و اونا ترسیدن. به هر حال برای برند خودشون، کمپانی خودشون اینا خب بعد یه فکری میکردن دیگه، مثلا ترسیدن دیگه. به هر حال نمیتونن که بازسوز من بشن یا مثلا امثال من که تو ایران زندگی میکنه و مثلا اینترنت زایی که هم بس شد تو بهمن بود و من شاد و خورم بودم که حالا به کارمون ادامه میدیم و دوباره بوم قطع شد و اتفاقات بعدی که دست هیچکی نبود افتاد. اینترنت هممون قطع شد، هممون به فاک رفتیم، هزار تا آنلاین شاپ به فاک رفتن. آدمایی که مثلا اجاره خونه‌شون رو با این دادن، قسط باماشون رو با آنلاین شاپشون میدن، برنامه نویسا، چه مهندسای آیتی، همه کارشون رو از دست دادن.
آدمای دیگه که اصلا چه میدونم به دلار بند بود کارشون، تریدرها، همه به فاک رفتن و دقیقا اول فروردین بود از طریق رابطهشون با من تماس گرفتن. خب نمیشد، فکر کنم بسته بود تلفن، اصلا نمیشد اینجوری ارتباط برقرار کرد. از خارج با ایران و اینا گفتن که باید با من خدافظی کنن اینا و من اصلا تو شوک بودم، اصلا اینجوری بودم که what the fuck چی داری میگی و اصلا باورم نمیشد. از اون طرف خب آنلاین شاپم کلا حتی این ماه صفر شد فروشش، ادمین هوتر و اینجور چیزا. برحال یه تیم مثلا پشت این شاپ من بود، مثلا اونا مثلا کمپانی منو تعدیل کرد، من اونا رو تعدیل کردم و هزار تا آدم اینجوری شد. خلاصه من از تختم نمیتونستم بیام بیرون و افسردگی، گریه شدید. به خاطر همین میخواستم این چیزا رو بذارم کنار، بیام ویدیو بگیرم بگم که همچنان ما میتونیم قوی باشیم، میتونیم بیایم جلو فلان بهمان و این حرفای انگلیسی بزنم، انگلیسی. بعد میدونی اینترنت هم که باز شد، اولین چیزی که دیدم چی بود؟ من اومدم تو یوتیوب، مثلا اینستا هم رفتم بعد سریع تا یوتیوب هم باز کردم. میدونی اولین چیزی که تو یوتیوب برای من بالا اومد چی بود؟ یه بلاگری بود که مثلا من 80% مواقع دنبالش میکردم، اوکی، و ایرانم بود، ایرانم هست و دیدم که تو این تایمی که ما قطع بودیم اون ویدیوهاشو منظم گذاشته، بازدیده های بالایی هم گرفته. یعنی من فکر نمی‌کردم مثلا از کجا، مثلا خارجی ها ایرانی خارجن یا چی. و جدای از اون خب درآمدشو داشته. ما مثلا من چقدر قصه یوتیوبر رو خوردم، این یارو مثلا بقیه نه، این مثلا درآمدشو داشته. و ویدیویی که مثلا یه روز پیش آپلود کرده بوده چی بوده به نظرتون؟ آپلود کرده بود که اولین خونم رو خریدم. بعد من اینجوری بودم که what the fuck، من فکر میکردم هممون بدبخت و بیچاره این. بعد دیدم که نه، انگار فقط منم بدبخت و بیچاره، بقیه پیشرفت کرده، چه اتفاقی داره میفته. بعد دوباره یه اینفلوئنسر دیگر رو که مثلا باهاش تبلیغ رفته بودم و دیدم که ماشین خریده، بعد یکی دیگر دیدم موتور خریده. بعد اینستا رو باز کردم مثلا دیدم همه دارن با یه چیزی شو آف میکنن، همه یه چیزی خریدن، همه یه چیزی شدن، همه مثلا تو کارشون پروموت گرفتن. بعد چی میگن، اکسپلور پر ازدواجه، حالم به هم میخورد. بعد یه ریلز دیدم نوشته بود که این جنگ بمباش فقط انگار سمت ما پرت شده، سمت بقیه شوهر پرت شده، مثلا همه شوهر کرد. بابا دارین چی کار میکنین؟ البته که اینا به عنوان استواری، به عنوان دستاورد تلقی نمی کنیم، به طور کلی میگم، یعنی میخوام بگم همه یه کاری کردن، انگار که فقط من بودم ثابت یه جایی بودم، نه تنها ثابت یه جایی بودم بلکه پس رفت کردم و داغون‌تر شدن. سلامت روانم رو از دست دادم کلا، والا به خدا. بعدش این افسردگی رو تشدید کرد، من دیگه نمیدم ویدیو بذارم تا اینکه یکی از بچه ها پیام داد، از همینجا سلام میکنم بهت، یاد بگیریم بچه ها پیام بدیم، بیا اینستاگرام فالو کنیم، من چنل تلگرام میزنم اونجا میبینمتون. بعد ناخونامو ببین، تنها کار مفید این مدت مثل آدم زد ناخونم.
این بنویسین پیشرفت داشتین و بچه هم خفتون میکنم. نه خدا وکیلی بنویسین، اصلا اشکالی نداره، اصلا اشکالی نداره چی بنویسین، خوشحال میشین. والا خدا اگه کاری کردین مثلا تونستین یه قدمی بردارین، کتاب بخونین، پادکست گوش بدین، چیزای جدید یاد گرفتین بیارین با هم شیر کنین. من کار مفیدی که کردم فقط این بود که روی تابلوی نقاشیم کار کردم. فکر کنم اینم بهتون نگفتم. اگه بچه ها اینستاگرام منو داشته باشن میدونن مثلا من عکسای نقاشیمو میذارم. شاید یه روز یه بلاگ بگیرم بعد روش صحبت کنم و اینا، با خودم ببرمتون کلاس نقاشی. نظرتونه؟ چقدر حرف زدم، دلم براتون تنگ شده بود. ماچ بگلتون. خلاصه که چقدر این فیز فیز میکنه تو گوشم. خلاصه ویوی جدید چطوره؟ اصلا یه کمی هم گوشی بعدت نمیتونم کارش کنم. بعد یه ضربه مادی هم بهم خورد، اومدم گوشی رو بذارم رو چیه؟ هولدر سپایی هست چیه؟ چیز شد، چیزش بلند شد، همین که روی صفحشه چیه؟ همین دیگه، همین که از غش و اینا جلوگیری میکنه، همون اسمش یادم. بچه ها من خیلی جدیدن خوابالو شدم و خیلی موام میریزه. فکر کنم موام نصف شدن. بریم با ویدیوهای قبلی حجمشون رو چک کنیم. به خدا صداش میاد. بعد همین دیگه، خیلی دوستتون دارم. خواستم فقط این ویدیو رو بذارم یکم صحبت کنیم و یه شروعی باشه دیگه. من شروع کنم، بتونم شروع کنم و اکثرتون خواسته بودین که ویدیو تپینگ بذارم. آقا ویدیو تپینگ خیلی بود درخواستش. وایسا مثلا این خوب نیستش. یادمه توی کامنت های ویدیو قبلی بر من نوشته بودن اینقدر صدای ناخون در نیار. بعد الان بهم میگیم تپینگ. چی شده؟ چه تغییری در شما رخ داده بچه ها؟ یا اون آدم های قدیمی بودن اینا صدا نمیدن؟ نمیدونم چرا. بذار خلاصه که ایده های خوشگلتون رو فراموش نکنین، توی چنل تلگرام جوین بشین و اینکه اینستاگرام من فالو کنین. اونجا به من بگین از یوتیوب این دیگه. من نمیدونم کی از یوتیوب میاد چون پیجم پرایوته، اصلا یه سری رو اکسپت نمی کنم. اگه اکسپتتون نکردم تو دایره بهم بگین از یوتیوب این تا اکسپتتون کنم. همین دیگه. اگه ویدیوهای گپو گفتم دوست دارین تاپیکی بهم بگین، موضوع بدین دیگه. دوستتون دارم. آقا به ناخونم هم توجه کنین، صبر کنین. نگاه چه خفنه، خیلی دوستش دارم. همین دیگه. خیلی خوشحالم که برگشتیم. بدون اینترنت داشتم میمردم دیگه، داشتم دیوونه میشدم. حالا از هرچی اپلیکیشن داخلی به هم میخوره و من خیلی تلاش کردم که تا لحظات آخر هیچ گونه اکتیویتی اونجا نداشته باشم و نباشم. خیلی خوشحالم که برگشتیم به یوتیوب.
ایرانی واقعا یوتیوب آزاده. بابا یوتیوب خیلی مفیده، چرا نمیفهمین؟ خب دیگه خیلی دوستتون دارم و بریم تا ویدیو دیگه ببینیم چی میشه، چه پیش خواهد آمد و اینکه بهم انگیزه بدین حتما که من ویدیوهای بعدی رو بگیرم. آقا افسردگیم زیاد شده و اینا، تنبلیم هم زیاد